خانواده‌های پناهجویان افغان که در مرز تاجیکستان خیمه زده بودند بعد تهدید طالبان آنها را کنده در برخی خانه‌ها پناه برده‌اند. بعضی در خانه‌های بی‌بام زندگی می‌کنند. آنها از جامعه بین‌المللی و حکومت تاجیکستان خواسته‌اند که کمکشان کنند. اینم تو روزگار است، اینم طفلاست، اینم تو سرپناه نداری، سر زیباز است، شوینا خنک می‌خورند. در نوارهای تازه‌ای که پناهجویان به رادیوی آزادی ارسال کرده‌اند دیده می‌شود کودکان در زمین‌های خشک زندگی می‌کنند. می‌گویند که بعضی‌هاشان بیمار شدند و دارو برای معالجه ندارند. حتی از نواربرداری خود هراس دارند و می‌گویند که ممکن است سرپناهشان را آتش زنند. چون خانه نداشتیم، در اونجا خانه ما را در دادند، در خانه ما در آمدند، نفرای ما را بردند. در هر خانه اجاره پناهجویان تا 30 نفر جا شدند. تنگ دستی آنها را مجبور کرده است که با چنین شرایط زندگی کنند. زیاده از 35 روز در اینجا مانده اند و از کمبودی آب و غذا و داروباری رنج میکشند. حالا خواست آنها از سازمان ملل متحد این است که کمک کنند تا در خاک تاجیکستان پناه یابند. بیشتر خانواده‌های پناهجویانی که در مرز با تاجیکستان قرار دارند از تمام مناطق افغانستان هستند. پناهجویان در مرز با سربازان تاجیک صحبت داشته‌اند. در صحبت سربازان تاجیک به آنها گفتند که اجازه ندارند آنها را به خاک تاجیکستان وارد کنند. مقامات رسمی هم چیزی درباره این آوارگان نمیگویند. محمود جان احمدزاده، آزادی.